درود بر دوستای عزیزم. دکتر تقوایی هستم از نچرال بیوتی مگزین. در خصوص مسائل مربوط به زیبایی بیشتر از طرق محصولات طبیعی و گیاهی صحبت میکنیم براتون، یا راهکارهایی رو میدیم که بتونین بدون استفاده کردن از داروهای خاص به اون نکاتی که مد نظرتون هستش دسترسی پیدا کنین. خیلی راجع به تیرگی نواحی زیر بغل و کشاله رون و این حرفا، نواحی خاص صحبت شده، سوال شده، یعنی راجع به این قضیه میخوام براتون صحبت بکنم. یه چیز خیلی مهم اینه که ببینین دوستای عزیزم، اصلا تیرگی هر جا که شما میبینین نتیجه این هستش که یه تعدادی از سلولهای سطح اپیدرم از بین رفتن، مردن. اینا سلولهای مرده سطح اپیدرم هستن که باید حتما برداشته بشن و الا بهداشت اون ناحیه رو بیش از قبل بیش از پیش دچار مشکل خواهند کرد. یعنی وقتی که سلولهای مرده تراکمشون توی ناحیه بیشتر بشه از حد، اونجا دیگه تحریق درست انجام نمیشه، جذب درست مواد عالی و معدنی از طریق پوست انجام نمیشه، تنفس درست انجام نمیشه و پوست بیشتر دچار آسیب میشه. در نتیجه ازتون اینو میخوام که این تیرگی ها رو جدی بگیرین و با توجه به اینکه تیرگی های نواحی زیر بغل و کشاله رون به خاطر سایش، به خاطر تعریق، به خاطر گرما و تاریکی اون نواحی، یعنی همه عوامل مؤثر در افزایش انسیدانس ابتلا به عفونت‌های قارچی و باکتریایی رو داریم، توی این نواحی این داستان همیشه برقراره. یعنی شما همیشه این عفونت رو داری، با توجه به اینکه قارچ معمولاً تو پوست تمام انسان ها هست. دمودکس معمولاً مهمان پوست همه انسان ها هست و ما چه بخوایم چه نخوایم میزبان این موارد هستیم. باید از افزایش تعدادشون و تکثیرشون جلوگیری بکنیم که این کاریه که فقط با رعایت بهداشت دقیق اتفاق میفته. حالا شما فکر کنین که بهداشت رو رعایت میکنین، هر روز دوش میگیرین، چه میدونم کاملا خشک میکنین، ولی باز درگیر شدین به خاطر افزایش تعریق تو فصل تابستون درگیرش شدین. ببینین، برای اینکه حلش بکنین یه راهکار بهتون میدم، این رو دقیق استفاده بکنین برای اینکه این تیرگی های زیر بغل و نواحی کشاله رونتون رو بتونین کامل از بین ببرین. یادتون هم باشه که این جور تیرگی ها معمولا مزمن هستن، یعنی مدت زمان طولانیه که حضور دارن و درمانشون هم در نتیجه زمان بره و نیاز به مدت زمان داره. اینجوری نیستش که شما مثلا ظرف 2 هفته بتونید تیرگی زیر بغل تو از بین ببری، همچین چیزی نمیشه. قشنگ دقت بکنین. یه محلولی ما داشتیم که با توجه به اینکه شستشوی زیر بغل یا کشاله رون به صورت روزی 3 مرتبه واقعا کار سختیه، پیشنهاد من اینه که این محلول رو تهیه بکنین، خودتون هم میتونین درست کنین. الکل 50 درجه تهیه کنین از داروخونه، داخل 100 سی سی الکل 50 درجه 2 عدد کپسول تتراسایکلین رو باز کنین، پودرش رو خالی کنین. 1 عدد کپسول تتراسایکلین رو باز کنین، پودرش رو خالی کنین. هر دفعه که میخواین با این محلول نواحی رو تمیز بکنین قشنگ تکون بدین، یه تیکه پنبه کوچیک رو بردارین تمیز کنین، قشنگ آغشته که کردین قشنگ نواحی رو تمیز کنین. بعد قشنگ دستتون اینجوری نگه دارین هوا بخوره، خودش خشک بشه، کاملا خشک بشه. زمان بدین، اجازه بدین کاملا خشک بشه. وقتی کاملا خشک شد، حالا اون کرمی رو که الان بهتون میگم تهیه بکنین بزنین. کرم کلوتریمازول 1 دونه تیوب کامل، کرم فلوسینولون 1 نصف تیوب و پماد جنتامایسین چشمی، استریل چشمی 2 تا دونه، 2 تا پماد، 2 تا تیوب کامل، تیوباش کوچیکه. اینا رو همه رو با هم دیگه توی قوطی تمیز مخلوط بکنین و روزی 3 مرتبه بعد از اینکه اون محلول رو زدین
به مقدار خیلی کم، خیلی نمیخواد زیاد استفاده بکنین که منافذ رو ببندین باش، به اندازه‌ای که جذب بشه بمالین. بعد دیگه برین دنبال زندگیتون تا نوبت بعدی. روزی 3 مرتبه اگه بتونین این کار رو انجام بدین بهترین حالت درمانه و به تدریج هم عفونت قارچی هم عفونت باکتریایی یواش یواش درمان میشه و خودتون احساس خوشایندتری خواهید داشت. بوی نامطبوعش از بین میره، تعریقتون کاهش پیدا میکنه، رنگش بهتر میشه و یواش یواش خودتون احساس میکنین که رو به بهبود دارین میرین. اگر دوست دارین در مورد موارد خاص دیگه ای صحبت بشه حتما توی تلگرام یا توی اینستاگرام با ما در ارتباط هستین اعلام بکنین که ما راجبش توی یوتیوب صحبت بکنیم براتون مفصل. و ازتون میخوام که با توجه به این که میدونم این آیتمی که الان با راجبش صحبت کردیم مشکل بسیاری از دوستان ما هستش و شاید خیلی از دوستای ما تو خانواده هاشون توی فامیلشون تعداد زیادی از افراد درگیری این چنینی داشته باشن، ازتون میخوام که حتما اون قلب سفید و قرمز کن برای من که خستگی منو در کنی و حتما اونجا زنگوله رو فعال کن و سابسکرایب کن پیج منو که از مطالب علمی بعدی هم بتونی استفاده بکنی و این ویدیو رو حتما برای حداقل 10-15 تا از اقوام نزدیکت شیر کن یا برای دوستات شیر کن که استفاده کنن، چون بسیار ویدیوی کاربردی هست. از همتون از اینکه همراهی میکنین ممنون هستم و تا کلیپ بعدی ازتون خداحافظی میکنم. خوش باشید.